با سلام و عرض خسته نباشید. به آموزش نرم افزار سیستم مدیریت حمل و نقل شهاب خوش آمدید. اینجا محمود شهاب‌احمدی هم تولید کننده نرم افزارهای حسابداری هستم. برای این نرم افزار رو که طراحی کردیم، هدف از طراحی این نرم افزار برای افرادی هستن که تعدادی کامیون و یا ترلی دارن و میخوان برای بارنامه هاشون رو ثبت کنن که این درآمدهاشون رو بتونن به دست بیارن، وصول شده هاشون یا وصول نشده، و اینکه این کامیون هر کدوم چه راننده ای بوده. یک سری یه برنامه ساده ای رو طراحی کردم و الحمدلله تعداد زیادی هم مجموعه نصب شده و رضایت داشتن از کار کرده، از سادگی برنامه. به این صورت که در قسمت ثبت برنامه میتونن برنامه هاشون رو ثبت کنن. خب در ابتدای کار بایستی اطلاعات پایه رو تکمیل بکنیم. کافیه روی دکمه کامیون کلیک کنیم، کامیون هامون رو تعریف کنیم، به اون پلاک هاشون کفایت میکنه. راننده هایی که ما داریم مشخصاتشون رو وارد کنیم، ذخیره کنیم. مبدأ بارمون، مقصد بارمون، نوع بارهامون رو تعریف کنیم، چه بارهایی داریم، گیرنده های بار که چه شرکت هایی داریم کار میکنیم، و بانک هایی که باشون فعالیت داریم. یک برنامه ثبت میکنم، مثلا میگم برنامه شماره 250، تاریخ پیشفرض تاریخ روز میاره، کامیون رو انتخاب میکنیم، مثلا میگیم این پلاک، رانندمون رو انتخاب میکنیم، مثلا میگیم آقا، مبدأ مثلا مشهد، مقصد تهران، نوع بارم مثلا میگم خربزه، گیرنده بار من مثلا شرکت البرز، کرایه بار مثلا میگم 25 میلیون تومان. و ذخیره. این برنامه ثبت شده که البته این برنامه هست که هنوز وصول نشده و به لیست برنامه اضافه میشه و جدید و برنامه بعدی. حالا اینکه خواسته باشین چجوری خب آمار در بیارین از برنامه‌مون، کافی بریم رو داخل فرم گزارش برنامه. به صورت پیش‌فرض همه برنامه رو نمایش میده، نمایش ریز که ریز برنامه رو میاره، و دکمه چاپ رو بزنیم میتونیم پرینت بگیریم تمام فیلدها، شماره برنامه، ناوگانش چی بوده، چه راننده بوده، چه مبدأ، چه مقصد و گیرندش، یک کرایه برنامه، آیا این برنامه وصول شده یا نشده. یه گزارش جامع رو برای ما میاره. و اگه خواستین سرجم بگیریم میتونین سرجم بگیریم که بگیم هر کامیون چند تا بار داشته، چه مبالغی بوده. مثلا بگیم این کامیون، البته دادای این برنامه خالی هستش، بگیم این کامیون یه بار داشته، این مبلغ بوده و مبلغ وصول این مبلغش هنوز وصول نشد. یه الان که برنامه آخری رو من وصولیشو بزنم، مثلا میگم این برنامه وصول شده، کافی این مبلغ رو بزنم، تاریخ وصولیش هم بزنم و ذخیره. اگر الان دوباره تو گزارش برنامه بیارم، به صورت پیش‌فرض تمام برنامه رو نشون میده. من اگه بگم وصول شده نمایش بزنم، این وصول شده رو میاره که این آخری که ثبت کردیم آیا وصول شد. وصول نشده رو به این صورت میاره، پیش‌فرض و نمایش عمل میاره. میتونیم بگیم که فقط برنامه های یک کامیون خاص رو بیاره، یا بگیم که مشخص بکنیم بگیم برنامه های یه راننده خاص رو بیاره، یا بگیم که با این شرکت خاص تا به حال چند تا برنامه داشتیم، نمایش بزنیم و برنامه های همون شرکت رو میاره که الان برای شرکت هر بود 2 تا برنامه ثبت، و دکمه چاپ رو بزنیم. یه برنامه بسیار ساده و کاربردی هستش، زیاد به تخصص حسابداری هم نداره و بسیار ساده و روان است. به امید موفقیت.